این پری است که از بال پرنده‌ای بر روی زمین افتاده. آفرین خان دختر دانشجوی دانشگاه ملی اسلامی دهلی هفته یک روز این پرها را از سطح شهر جمع آوری و آنها را به یک اثر هنری زیبا تبدیل می‌کنند. من آنها را از میادین، جنگل‌ها و باغ وحش جمع آوری می‌کنم. از 5 سال پیش این کار را آغاز کردم و در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی زیادی آن را نمایش دادم. واکنش مردم خوب است. او پس از تمیز کردن پرها هنرش را روی آنها نشان می‌دهد و می‌شود تابلوهایی مانند این، از نقاشی گرفته تا خطاطی. اگر بخواهید اسم خود را به زبان اردو، عربی، هندی و انگلیسی روی پر بنویسم 300 روپیه می شود. تصویر چهره 3000 روپیه است، چون دست کم 15 روز طول می کشد. پرهایی که بوم نقاشی این هنرمند شدند رایگان است و فراوان، اما با خلاقیت او این پرهای زیبا ارزشمند شدند و کمیاب. از این پرهای پرندگان در سطح خیابان‌های شهر دهلی بسیار زیاد به چشم می‌خوره، اما کمتر کسی به فکرش میرسه که این پرهای دورریختنی رو به یک اثر هنری زیبا تبدیل کنه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.